مواجهه طولانی با نور خورشید بدون حفاظ منجر به بروز سرطان پوست می شود. من این توپو نداشتم، مشقامو خوب نوشتم، بابام برام عیدی داد، یه توپ کلکلی داد. مامانشون مریضه، ببر دکتر. یک سوم سرطان‌ها با تشخیص زود هنگام قابل درمانند. باورش خیلی سخته ولی حقیقت داره. خیلی زود فهمیدیم. الحمدلله حالش کاملا خوب شده. میگفتن زود آوردنش، به موقع تشخیص داده شد. پدر شوهرمه، کشاورزه. برادرم تو کارخونه توی تستای پزشکی فهمید. الانم خدا رو شکر باز توی همون کارخونه مشغوله. پسر خاله من تو همون مراجعه اول تشخیصش درست و به موقع بود. خدا پدر برای بسیاری از سرطان‌ها روش‌های تشخیص اولیه وجود دارد. با تحرک فیزیکی و تغذیه مناسب از ابتلا به سرطان پیشگیری کنیم. سیگار بزرگترین عامل سرطان. سرطان پایان زندگی نیست. برگزاری همایش غربالگری سرطان در بیمارستان کیش موضوع دومی گزارش امروزه که همکارمون افلاکی تهیه کرده. سرطان بیماری خوب. همه ما با شنیدن اسم سرطان یه ترس عجیبی به دلمون میشینه، ولی پزشکان معتقدن سرطان ترس که نداره هیچ، تازه یه بیماری خوبه. این سرطان یک بیماری خوبه، بیماری هستش که ما میتونیم پیشگیری کنیم، تشخیص بدیم، درمان کنیم و درمان نگهدارنده داشته باشیم بدون درد. حالا علت این بیماری خوب چیه؟ کسانی که سابقه خانوادگی ارثی داشته باشن، یعنی درجه اول خانوادهشون مبتلا به سرطان شده باشن، اینها ژن‌هایی دارن که تغییر یافته هستن. کسایی که شیوه غذایی خوبی ندارن، تغذیه مناسبی ندارن، اینها کسایی هستن که در اولویت هستن. و دسته آخر کسانی هستند که سابقه بیماری طولانی مدت دارند، کسانی که بیماری‌های دستگاه گوارش طولانی مدت دارند. بیش از 100 نوع سرطان در کشور ما و 200 نوع سرطان در دنیا شناخته شده. 88% سرطان‌ها در مراحل اولیه قابل درمانند. اونهایی که درمان پذیر نیستند و بسیار نادر هستن، اون سرطان‌ها درمان نگهدارنده داره، یعنی ما مریض رو میتونیم در یک مرحله نگه داریم. روزانه حدود 219 نفر به سرطان مبتلا میشن، یعنی سالانه حدود 80,000 نفر. مردان تقریباً 2 برابر زنان به سرطان مبتلا میشن. اما شایع‌ترین سرطان‌ها بیماری‌های زنان باعث خیلی از سرطان‌ها میشه در خانم‌ها.
که شایع ترین اونها سرطان سینه هستش، سرطان پروستات و سرطان ریه و سرطان های دستگاه گوارش در آقایون مشهود تره. سرطان سومین بیماریه که سلامت جامعه رو به خطر میندازه. اول بیماری MS، دوم حوادث و سوم هم سرطان. اگر در یک خانواده کسی دیابت بگیره میگن دیابت داره، یعنی بیماری هستش که درمان پذیره، چون این برای مردم جا افتاده که دیابت درمان پذیره. چنانچه سرطان هم به این نتیجه افراد برسن که درمان پذیره و پیش آگاهی داره برای تشخیصش، اون هم جزء بیماری های سخت نیستش. این اطلاعاتی که توی این گزارش به شما دادیم در همایش غربالگری سرطان در بیمارستان کیش مطرح شد. این همایش برای آموزش و توجیه شرکت کنندگان درباره طرح غربالگری سرطان‌های سینه و پروستات که قرار از 3 تا 15 دی اجرا بشه. کلا سرطان ارثی نیست. یک سری از سرطان ها مثل سرطان پستان، سرطان پروستات، سرطان ریه و یک سری باز از سرطان های دستگاه گوارش، اینها ارثی هست. خانم دکتر رحمانی تو این همایش از همه مردم خواست به سلامت خودشون توجه بیشتری کنن. مثلا تاکید کرد پیاده روی روزی 1 ساعت، سیگار نکشیدن، کنترل وزن، مصرف نکردن مشروبات الکلی و غذاهای فست فود که نیترات زیادی دارن ما رو برابر انواع سرطان ها مسئول نگه می‌داره. حالا با همه این حرفا خدا کنه که هیچ وقت دچار هیچ بیماری نشیم، چون هیچ چیزی توی دنیا با ارزش‌تر از سلامتی نیست.